الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، شما دیدین که باران رحمت در ماه مبارک رمضان پروگرام های مختلف را برای انداخت و کوشش ما همی است که به فقیرترین هموطنان مستمن و بی‌بضاعت خود رسیدگی کنیم. لله الحمد، این بار ما پلان کردیم که در یکی از مناطق شهر کابل که به نام بتخاک است، اوج فامیلای بسیار زیاد مستمن و بی‌بضاعت هستند، اونا سروی شدن. ما انشاءالله پروگرام توزیع مواد غذایی باران رحمت به اینجا میبریم و برای اونا کمک میکنیم. جا دارد که از برادر عزیز خود احسان الدین نایب خیل که تقریبا بر 15 فامیل بسته های کمکی را کمک کرده بودند تشکری کنم. الله متعال در مالشان و در خانوادهشان برکت برته و همچنان خوارک دیگر ما به نام شبنم جان و تقریبا بر 4 فامیل کمک کرده بودند. شبنم جان از شهر کسل آلمان است و یک برادر عزیز ما انس جان که به یک فامیل کمک کرده بودند. الله متعال مزد زیاد نصیبشان کنه. دوستان عزیز، دهی ماه مبارک رمضان شما کوشش کنین که کمک هایتان را در وطن عزیز ما که فقر بسیار زیاد دامنگیر شده ادامه بدین تا ما بتانیم به زیادترین افراد جامعه رسیدگی کنیم و لبخند از طریق بنیاد خیری باران رحمت به لبای هموطنان مستمند و بی‌بضاعت خود بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله،
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، ما امروز در 21 روز ماه مبارک رمضان در دهه رهایی از آتش جهنم قرار داریم. الله متعال همه ما شما را مورد بخشش و عفو خود قرار بده. لله الحمد. از طریق بنیاد خیری باران رحمت ما در یکی از مناطق شهر کابل بتخاک آمدیم و فامیلای مستمند اینجا پیش از پیش سروی شده و از طریق بنیاد خیری باران رحمت انشاءالله برای زنا یک مساعدت صورت میگیره. گرچه برگ سبز توفیق درویش است، الله متعال دهی برکت برده که مشکلات حادشان مرفوع بسازه. جا داره که از برادر عزیز خود که سهم گرفتن در این کمک تقریبا بر 15 فامیل اونا کمک روان کردن، احسان الدین نایب خیل تشکری کنم که لطف کردن. الله متعال برشان مزد مزید نصیب کنه. و همچنان یک خواهر دیگه ما شبنم جان از شهر کسل آلمان همراه ما کمک کردن که تقریبا 6 یا 5 فامیل اونا اسپانسر کرده بودن، بر ما کمک روان کردن. الله متعال مزد مزید نصیب تمام دوستایی که کمک کردن و بنیاد خیری باران رحمت تمویل میکنه نصیب کنه. دوستان عزیز، تقاضا بسیار زیاد است، یعنی فکر نکنم که جای بسیار کوچک ما بتونیم توسط از کمک ها پر کنیم. باز هم توجه شما را میخوایم، فامیلای مستمند بسیار زیاد است. اگر میخواین که ما کمک های شما را بر زنا برسانیم، لطفا ما را کمک کنین و در این ماه مبارک رمضان سهم بسیار زیاد داشته باشین در کمک برای هموطنان مستمند. جزاكم الله خيرا كثيرا. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. برادر جان سلام علیکم و رحمت الله. بخیر هستین؟ روزه و نماز قبول باشه. صحتتان خوب است انشاءالله. قصه کنین درباره مشکلات چطور است؟ وضعیت زندگی چطور است؟ در خانه چند نفر هست؟ 9 نفر هستند. و کسی دیگه هم کار میکنن در خانه یا؟ یک بچه مست بیادر اونمو میره در چارایی کراچی بونی میکنه. اونمو خرچی مالکان میکشه. خداوند کمک کنه انشاءالله. ما می کمک ناچیز از طریق بنیاد خیری باران رحمت بر شما آوردیم. یک وسیله شدن استاد شما رو سروی کرده بودن دیگه. الله متعال دی برکت برده و انشاءالله که زندگی همه ما شما بهترتر شده باشه. یک برادر عزیز ما هست به نام احسان الدین نایب خیل، همون کمک کرده. یک دعا کنین برشان خداوند زندگیشان برکت بده. خدای پاک با ایمان داشته باشید. سلامت باشید. قدر بودش که جمع کردنتون. خداوند شما رو خیر بده. تشکر پدر جان. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. همین کسی که کلمه کمک کنه خالق پاکش کمک کنه در یاد خدا باشه، شرمنده دنیا و آخرت نباشه، سربلند باشه. سلامت باشید. اصلش زیاد تشکری میکنیم. 11 نفر هستم فامیل، اما دیگه کدام کمایگر من ندارم. خیلی خدا همین توفه از طریق بنیاد خیری باران رحمت زیاد دفشان تشکری میکنیم. دیگه خدا کنه در یاد خدا باشه. سلامت باشی. خداوند خدا برکت بده. خدا کشان کمک کنه. همون برادرک ما هست به نام احسان الدین، همون یک دعا کنین برشان که همین کمک ما میگم هر مشکلی که داره خداوند تعالی مشکلشون حل کنه، در یاد خدا باشه. دیگه او کلمه کمک کنه خالق پاک از کمک. در خانه چند نفر هستین؟ 11 نفر. کس دیگه کمک غیر خودم و اهلی خدا داره. سلامت باشی انشاءالله که زیاد تشکر میکنم. خداوند توفیق و خیر خوشی بر شما فامیل بیاره. دید الهی آمین. آرزو داریم. سلامت باشی پدر جان. سلام علیکم. علیکم سلام. سنگ جوری بخیر. بخیر.
خیلی الحمدلله. شکر فضل څنګه روزګار سره څنګه یې؟ ولا دا شخصه دا اوس په ټوله دنیا ویني ساکه د روزګار چیرې شته یو زوی مې دغه دا 100 روپۍ په کې مزدوري کوي یا بېګار دی نور د خدای فضل د اوس څوک هغه وکړي نو د خدای دا د خدای وکړي نو د بل چا هیله خو نشته دا د خدای زمونږ یو ورور د احسان الدین هغه دا کمک خدای دې دومره اجرونه ورکړي په دنیا او په آخرت خدای دې په دې دنیا هم ورکړي په آخرت کې هم ورکړي خدای دې اجرونه ورکړي ډېر د هغه نه موږ ډېر خوشحال یو چې خدای دا کمک کړی موږ دې سره دې خدای کمک وکړي مننه قربان دې سلام علیکم مادر جان، خوب هستین؟ روزه و نماز قبول باشه. مادر جان در فامیل چند نفر هستین؟ 6 نفر هستیم برادر و کس کارگر است در فامیل؟ یکی ریز هستیم چقدر دکارو چی کار میکنم خورترک هستن در کراچی ترکاری فروشی چیز میکنن. ما از طریق این بنیاد خیری باران رحمت می کمک آوردیم. خداوند ای بر شما برکت برده. یک خواهر ما است به نام شبنم جان همی کمک روان کردن دیگه برشان یک دعا کنین. سعید خاله جان خداوند ای برکت برده سلامت باشین. تشکر زیاد عزیزان. تیم که امروز بسیار زیاد کمک کشیدن و همیشه یا کار میکنن ما از یا یگان دفعه الگوپذیری میکنیم. الحمدلله یحیی جان دوست عزیز برادر ما که همیشه زحمت میکشن خداوند اجر نصیبشون کنه. قاری صاحب مصباح که دوست بسیار نزدیک ماست. دکتر صاحب از مسعود جان است برادر عزیز ما. نصرت جان است. دکتر صاحب غلام نبی است. مصطفی و نبی همیشه غلط میکنیم. امروز بسیار زیاد کار ما را آسان ساخته بودن. خداوند اجر دارین نصیبشان کنه. تمام مواد یارا اینا خودشون رفته بودن خریداری کرده بودن و آماده ساخته بودن. ما آمدیم ان توزیع کردیم. از این خاطر ما یک قدردانی خاص از همه اینا برادرها میکنم. الله متعال در عمرشان در مالشان در اولادشان برکت برده و توفیق مزید در رساندن کار خیر ان نصیب همه ما شما کنه. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت می کنم مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر
به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. لله الحمد. دوستان عزیز، از طریق بنیاد خیریه باران رحمت ما تانستیم که برای 21 فامیل مستمند و فقیر که در بتخاک کابل سروی شده بودند کمک برسانیم. جا دارد که از برادر عزیز خود یک بار دیگر احسان الدین نایب خیل
تشکری کنم تقریبا 15 فامیل اونا برش کمک روان کرده بودن و خواهر دیگه ما شبنم جان که برای 4 فامیل و انس جان برای 1 فامیل. الله متعال مزد مزید نصیب همه ایتان کند. جهان سپاس. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من اگر گم کرده